پاور سنچ. پاها به اندازه عرض شانه باز بایستید. دستها به اندازه باز هستند که وقتی پا و باسن باز میشوند میله در جلوی باسن قرار بگیرد. هالتر را مانند قلاب در جلوی قفسه سینه در دست بگیرید. در ابتدا شانه‌ها کمی جلوتر از هالتر قرار میگیرند. انحنای ستون مهره‌ها به شکل طبیعی حفظ شود. پاها و شانه‌ها با سرعت یکسان به بالا می‌آیند. سپس پاها به سرعت باز می‌شوند. تا وقتی ران‌ها و پاها باز می‌شوند، پاشنه‌ها روی زمین باقی می‌مانند. به دنبال کشش بازوها، شانه‌ها به پایین کشیده می‌شوند. هالتر تا قسمتی از اسکات بالای سر می‌رسد. اسکات را با پاها، زانوها و بازوهای کشیده و هالتر در بالای سر کامل کنید.